برادر نهایت عزیز و گرامی محیدین کبیری حفظه الله به این مناسبت دوباره انتخاب شدنشان در این مسئولیت بزرگ از صمیم قلب تبریک میگویم و برایشان توفیق و دستاوردهای بزرگ از خدای بزرگ تمنا دارم. دوستان عزیز، مهمانان عزیزی، ما صحبت طولانی تری کردن. من کوشش میکنم طولانی صحبت نکنم، زیرا سخنگوی های از ما بهتر خوبتر زیاد هستند. اما در دو نکته میخواهم فکر خودم بگویم. یکیش دایر و کنفرانس، اگر چندی که من اعضای لحظتم که نباشم، هم فکر هستم، هم اندیشه هستم، هم عقیده هستم، هم مرام هستم. از این خاطر و از همه مهم آزاد اندیش هستم. بنابراین اندیشه های خود باید بگویم، زیرا بگویم خودم ناراحت میشوم. شنیدم دیروز از قسم اول انجمن نهضت اسلامی، خصوصا مجلس ریاستی نهضت، به اشتراک جناب محیدین کبیری گذشته است و جناب محیدین کبیری به تمام اعضایان ریاست گفت است که من شرکت نمی‌کنم، خود شما هر کسی را که می‌خواهید به حیث نامزد در ریاستی حزب محاکمه کنید و پیشبری نمایید به انجمن. البته این واقعا هم یک کار خوبی هم هست، مایه افتخار هست، زیرا حضور رهبر یا حضور یک شخصی با نفوذ در جلسه البته تأثیر دارد. شاید اعضایان نمی‌توانند آنچه که در دل دارند بگویند. اما ما نشنیدیم که در جلسه ریاست چند نفر به حیث رئیس پیشبری شد. اگر فقط باز برادر محیدین پیشبری شده باشد، این واقعا کمبودی نهضت است که نتوانسته است دهها محبین در این 4 سال آماده کرده باشد. خصوصا یک حزب سیاسی اسلامی باید نمونه باشد از حزب‌های دیگری که در این زمان ما شاهدش هستیم که رهبری ایوان نشونده دارند و به این رهبر همشون در چاه می‌رفتند و حتی مالی خواهدگیشون رو فرو برده نمی‌توانند. امیدوار هستم در انجمن آینده این کمبودها رو به حساب می‌گیریم. اون برادری اسماعیلی بودن که از دامانش می‌خپید، از دامان خدا خپیدن در کرد، از دامان قرآن خپیدن در کرد، از دامان ملت خپیدن در کرد. شخصیت‌ها همیشه در خدمت شما هستند. خصوصا در یک حزب اسلامی باید همچنانی که برادر محیدین گفتن، رئیس هم خادم. شما خادم خودتان، خدمتگار خودتان تعیین کرده، نه رئیستان، نه پیشواتان. این کلمه ها باید در لکسیکان یک حزب و حرکت اسلامی اصلا باید استفاده نشود. دوم مثلا یک اشاره خوب محیدین کردن، واقعا مطبوعاتی همون زمان به خاطرم آمد، مبلغ برای مردمی در محاصره‌زده غزه حزب نهضت اسلامی جمع‌آوری نمودند. در هفته‌نامه‌های مستقل ما خواندیم که با طور بسیار هم مسخره‌آمیز، استهزاءآمیز می‌گفتند که اگر پول زیادی داشته باشند نهضت به کمبدهای تاجیکستان بیاد، فلان جای تاجیکستان خراب‌بازار است آزاد کنند. البته جناب محیدین صحبت خوب کردن، جواب خوبی دادن با اون مثالی که از واقعه حضرت ابراهیم علیه السلام. لکن من به شما دیگر مثال میارم. مثالی ماه نوامبر دکمبر سال 1992 یا فوریه ماه مارس 1993 130 تا 150 هزار مهاجر تاجیکستان
افغانستان گریزه شدن. با خود هیچی نداشتن، نانی خوردنی نداشتن، جای خواب نداشتن و برادرای افغانستان اگر ما امروز 60% کمبغل داشته باشیم شاید افغانستان 80% کمبغل است. اما حکومت و دولت افغانستان، استاد ربانی و احمدشاه و دیگر احزاب سیاسی افغانستان، مردم افغانستان مهاجرای تاجیک کمک کردند. هر روز تصور کنید اگر 3 نان رو از موبایل بگیرید باید 500 600 هزار دانه نان میگرفتید. روزایی شده بودن که تا 3-4 روز یک هفته پول نبود پولی اونا رو پرداخت کنید. تاجرای افغانستان به خاطر اعتمادی که داشتن، باوری که داشتن، مسئولیت اسلامی و عقیدتی که داشتن، همین نان رو به اختیار برادرای نهضتی ما میگذاشتن. از این 140-150 هزار مهاجر بعداً یک قسمتی کمش در مزار شریف تحت پوشش سازمان ملل قرار گرفت. باقی مانده تا روزی بازگشت با کمک مردم مسلمان افغانستان، دولت جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سازمان‌ها و شهروندهای مسلمان کشورهای خلیج فارس، خصوصا کویت و امارات و سعودیه و حتی سلطنت عمانی که مذهب احوازی دارند، اما مال مسلمان